بابک خرمدین نامی هستش که باعث معنی بخشیدن به کلماتی مانند مردانگی و میهن پرستی شده. همه چیز به بعد از آخرین مقاومت ایرانیان در نبرد نهاوند برمیگرده. بعد از فتح کامل ایران توسط اعراب، مسلمانان که خودشون را از نظر نژادی برتر میدونستن به هر کس غیر از خودشون موالی میگفتن و اونها را از ساده ترین حقوق شهروندی مثل خانه‌سازی و بکارگیری سلاح و حتی نشستن روی اسب محروم میکردن. در اون زمان فرماندهان زیادی در جای جای این کشور مقاومت‌هایی را انجام دادند. بزرگترین این قیام‌ها قیام سیاه جامگان به رهبری ابو مسلم خراسانی بود که با متحد شدن با عباسیان باعث نابودی حکومت بنی امیه شد و بعد خودش توسط عباسیان به قتل رسید تا نکنه یه وقت نفوذ ابو مسلم بین ایرانیان زیاد بشه و اون حس ملیگرایی باعث نابودی خود بنی عباس بشه. بعد از به قتل رسیدن ابو مسلم، سرداران سیاه جامگان هر کدوم دست به شورش و قیام زدن و تمام اون قیام‌ها توسط بنی عباس سرکوب شد تا اینکه در سرزمین مقدس آذربایجان قیامی به وجود اومد که خواب را از چشمان خلیفه گرفت. رهبری این قیام به عهده یکی از ملیگراترین سرداران تاریخ ایران به نام بابک خرمدین بود. بابک با متحد کردن خرمدینان که آیین مزدکی داشتند، سپاهی بیشتر از 100,000 نفر گرد هم جمع کرد و خواستار بازگشت عزت و شکوه گذشته ایرانیان شد. کم کم تفکر بابک به شهرها و استانهای اطراف سرایت کرد و باعث به وجود اومدن قیام‌های بزرگی مثل قیام مازیار در طبرستان شد. بابک و یارانش 22 سال در دژ نفوذناپذیر خودشون در کلیبر مقاومت کردند. در طول این 22 سال سرداران مأمون و بعد معتصم عباسی 39 بار به سرکردگی زبده‌ترین سرداران جنگی خودشون به این قلعه حمله کردند و هر بار نتیجه جنگ چیزی به غیر از شکست برای مسلمانان نبود تا اینکه خلیفه دست به دامن سردار ایرانی خائنی به نام افشین شد. در منابع زیادی گفته شده افشین سردار بسیار مرموز و حیله‌گری بود که خودش رو به ظاهر مسلمان نشون میداد و چون تشنه قدرت بود قصد داشت در ابتدا با اتحاد با بابک و مازیار علیه خلفا قیام کنه و خودش به قدرت برسه. زمانی که بابک اتحاد با افشین رو رد کرد، افشین طی مدت 3 سال با اون جنگید و چندین بار تا شکست دادن بابک پیش رفت، ولی هر بار بابک تونست نجات پیدا کنه. بعد از شکست خرمدینان بابک به ارمنستان عقب نشینی کرد و گفته شده در اونجا توسط یک فرد ارمنی دستگیر شد و به افشین تحویل داده شد. بعد از دستگیر شدن بابک، معتصم که به شدت به خون اون تشنه بود به شکل وحشیانه‌ای با این سردار دلاور برخورد کرد. زمانی که بابک با دلاوری تمام شروع به تحقیر خلیفه کرد، معتصم از شدت خشم دستور داد تا دست چپ بابک رو قطع کنند. بعد از قطع شدن دست بابک با دست دیگه خود خونهای روی زمین رو لمس کرد و به صورت خودش مالید. خلیفه دلیل این کار رو پرسید و بابک پاسخ داد برای اینکه به خاطر خونریزی رنگ رخسارم سفید شده، نمیخوام که تو فکر کنی از ترس رنگم پریده. معتصم که با این کار بابک خشمگین‌تر شده بود، دستور داد تا دست راست و پاهای بابک رو قطع کنند و سپس پیکر بابک رو به دار بکشند. جنازه بابک تا مدت‌ها در مقابل دروازه شهر آویزون شده بود. بابک مردانه جنگید و کشته شد، اما عاشورای ایرانیان دقیقاً روزی هستش که دستان بابک خرمدین رو قطع کردند.